چطور میشه چربی سوزوند ولی همزمان عضله هم ساخت؟ به این کار میگم بادی ریکامپ. فقط باید 3 تا کار براش بکنی. قبلا فکر میکردیم که باید کالری کمتری بخوریم تا چربی سوزی کنیم و از اون بر کالری بیشتری بخوریم تا عضله بسازیم، ولی الان میدونیم که اینا درست نیست، مگه اینکه این 3 تا کار رو بکنیم. اولی و مهمترینش ورزش کردنه. عضله ها به تنش و فشار نیاز دارن تا رشد کنن. مهم نیست چقدر پروتئین بخورین یا رژیم خوبی داشته باشین. اگه ورزش سنگین و نزدیک به ناتوانی تو هر ست نکنین، قرار نیست عضله بسازین. ضمناً باید اصل اضافه بار رو هم رعایت کنین، نه اینکه الکی بریم باشگاه و تمرین کنین. حتما خودتون رو به چالش بکشید. بعدی خوردن کالری کافیه. برای بادی ریکامپ وزن کردن خودتون مهم نیست. اگه میخواین بدونین چقدر کالری در روز میسوزونین، از سایت‌های محاسبه کالری بر اساس وزنتون کالری رو در بیارین و 10% کم و زیادش کنین. اگه کالری بیشتری بخورین چربی نمیسوزونین و اگه کالری کمتری بخورین دیگه عضله نمیسازین. و آخری هم خوردن پروتئین کافیه. شاید با رعایت نکردنش بشه چربی سوزون، ولی دیگه نمیشه عضله ساخت. قانون کلیش هم خوردن حدود 2 گرم پروتئین به ازای هر کیلو از وزن هدفتونه.